یه قاتل خونسرد که با چاقو بیش از 100 ضربه به قربانی خودش میزنه و قبل از اینکه به خونه برگرده جسدش رو وسط جنگل رها میکنه، جوری که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. با ما همراه باشید تا حقیقت دیگه ای رو از سایه ها بیرون بیاریم. جکسونویل، فلوریدا. پلیس گزارشی مبنی بر گم شدن دختر 13 ساله‌ای به اسم تریستان بیلی دریافت میکنه. Their criminal case against a teen accused of stabbing and killing his St. Johns County schoolmate seems to be getting stronger. A newly released document from the Florida Department of Law Enforcement is adding new details against Aiden Fucci. 9 می 2021 مادر تریستان ساعت 10 صبح میره دخترش رو بیدار کنه که متوجه میشه اون توی اتاقش نیست. پدر مادر تریستان به شدت نگران میشن و فوراً با پلیس تماس میگیرن. محل زندگی اونا جای آروم و امنی بود. در اون منطقه حتی سرقت هم چیز غیر معمولی بود، چه برسه به یه جنایت به این بزرگی. در اون محله همه همدیگر رو به خوبی میشناختن، رفتار دوستانه‌ای با هم داشتن و جزو طبقه متوسط و متوسط به بالای جامعه آمریکا بودن. همه اهالی درگیر پیدا کردن دختر گم شده میشن. هر کس هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. آگهی گم شده چاپ میکردن، توی محله گشت میزدن و دوربین ها رو چک میکردن. در نهایت یکی از دوربین ها نشون میده که تریستان بیلی حدود ساعت 1:15 بامداد توی خیابون در حال راه رفتنه. احتمال میره که یواشکی از خونه بیرون اومده، چون والدینش اجازه نمیدادن این وقت شب از خونه بیرون بزنه. اون داشت با یکی از دوستاش در پارکینگ یه فروشگاه قدم میزد. ایدن فوجی 14 ساله. دوربین‌های امنیتی نشون دادن که اونها وارد منطقه جنگلی میشن. 3 ساعت بعد ایدن از منطقه جنگلی برمیگرده، اما این بار تنها، بدون تریستان. و بعد از اون دیگه هیچ اثری از تریستان نبود. پلیس بعد از دیدن فیلم‌ها مستقیم به خونه ایدن رفت. اونو به اداره پلیس بردن و ازش خواستن مسیری که با تریستان رفته رو به دقت مشخص کنه. وقتی توی ماشین پلیس بود، چند تا عکس از خودش میگیره و در فضای مجازی منتشر می‌کنه. توی کپشن می‌نویسه: هی بچه‌ها، این اواخر کسی تریستان رو ندیده؟ وقتی پلیس اتاق خواب ایدن رو بازرسی کرد، لباس‌هایی پیدا کرد که آغشته به لکه‌های خون بودن. به غیر از اون، توی اتاقش پر از نقاشی‌های وحشتناک از تصاویر دخترانی با اندام‌های بریده شده بود. و وقتی پلیس ازش پرسید چرا اینقدر دیر به خونه برگشته، گفت می‌خواسته که یه مدت تنهایی قدم بزنه. طبق گفته پلیس، ایدن تا حدود ساعت 3:30 به خونه برنگشته بوده. بعد از 16 ساعت جستجو، بالاخره جسد تریستان رو پیدا می‌کنه. اثر ضربات چاقو روی بدن تریستان کاملاً مشهود بود. همه لباساش تنش بود و هیچ اثری از تجاوز وجود نداشت. مظنون اصلی ایدن رو به بازداشتگاه نوجوانان بردن و اولین جلسه دادگاه رو به صورت آنلاین برگزار کردن. تصمیم دادگاه این بود که تا مشخص شدن کامل ماجرا و روشن‌تر شدن پرونده، ایدن باید در بازداشتگاه بمونه. تقریباً همه اتفاق نظر داشتن که ایدن مظنون اصلیه و با ضربات چاقو قربانی رو به قتل رسونده. مردم نفرت زیادی نسبت به ایدن نشون میدادن و یکی از مهمترین دلایلش هم تعداد ضربات چاقویی بود که ایدن به بدن تریستان زده بود. ایدن 114 بار چاقو رو به بدن تریستان فرو برده بود و اگر محکوم میشد به جرم قتل درجه 1 باید تا آخر عمر در زندان میموند و هیچ عفوی شاملش نمیشد. اما چرا ایدن باید 114 ضربه چاقو به تریستان بزنه؟ پلیس چاقو تاشوی ایدن رو در اطراف محل ارتکاب جرم پیدا میکنه. تیکه‌ای از تیغه چاقو شکسته شده بود که در جمجمه دختر بیچاره پیدا میشه. به گفته پلیس، تنها دلیلی که ایدن 114 ضربه چاقو به قربانی زده، شکسته شدن چاقو بوده. 49 مورد از زخم‌ها روی دست و پاهای تریستان بودن که نشون میده داشته از خودش دفاع میکرده و تا آخرین لحظه برای نجات جون خودش در تلاش بوده. ولی متاسفانه موفق نمیشه و بالاخره در اثر تعداد بالای ضربات چاقو بیرمق میشه و جونش رو از دست میده. درسته که ایدن هنوز به قتل اعتراف نکرده بود، اما شواهد به قدر کافی وجود داشت تا نیازی به اعتراف ایدن نباشه. طبق مصاحبه پلیس با مردم و دوستاش، مشخص شد که ایدن مدتی در این فکر بوده که کسی رو بکشه. ایدن به یکی از دوستاش گفته بود که در 30 روز آینده قصد داره یکی رو تو جنگل با چاقو بکشه که متاسفانه قرعه به تریستان می‌افته. همه به بی‌احساسی ایدن معترف بودن. اما مادر ایدن، کسی که به جرم همکاری با پسرش دستگیر شد،
به اتهام دستکاری در شواهد. اون بعد از اینکه میبینه پسرش رو دستگیر کردن، شلواری که ایدن باهاش بیرون رفته بوده رو میشوره تا اثرات جنایت رو از بین ببره و چون پلیس داخل خونه رو دوربین نصب کرده بوده لو میره. البته مدت زیادی زندانی نبود و خیلی سریع آزاد شد. ولی ماجرا به همینجا ختم نمیشه. در جریان یکی از بازجویی‌ها از ایدن و خانواده‌اش بعد از اینکه افسران سوالاتشون رو پرسیدن، اونها رو تو اتاق بازجویی تنها میذارن. پدر مادر ایدن تصور میکنن که دوربین ضبط خاموشه و شروع به صحبت کردن میکنن. اونها به ایدن میگن که باید به داستانش پایبند بمونه. و این به این معنیه که اونها از اول همه چیز رو میدونستن، اما تصمیم گرفته بودن چیزی نگن. داستان اون این بود که با تریستان به سمت جنگل میرفته که با هم دعواشون میشه و ایدن اون رو هول میده و میذاره میره و دیگه نمیدونه چرا این بلا سر تریستان اومده. البته همه این اظهارات نادیده گرفته شد چون شواهد به طور واضحی در مقابل این اظهارات بودن. هنگام بررسی جسد تریستان روی مچ پاش نوشته شده بود کارما با یه شکلک خنده که با خودکار کشیده شده بود. در ضمن وسایل، پول خورد و کیف تریستان درست کنار جسدش افتاده بودن. اگر ایدن تریستان رو اونجا رها کرده و کس دیگه ای اون رو کشته، چرا به هیچ کدوم از وسایل دست نزده؟ ایدن به زندان بزرگسالان منتقل میشه و بعد از مدتی در اونجا از طریق تلفن از جریان دادگاه با خبر میشه. اون جوری برخورد میکنه که انگار نمیدونه کجاست و چه اتفاقی داره میفته. مدام راجع به شیطان صحبت میکنه. مشخص نبود که واقعا مشکل روانی پیدا کرده یا تظاهر به دیوونگی میکنه. این موضوع میتونست روند پرونده رو کند کنه. وقتی نوجوانی مرتکب جرم میشه، معمولاً ماه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره و بعد حکم نهایی صادر میشه. اما قاضی به ارزیابی ایدن حکم نداد و بازرسین هم تایید کردن که اون هیچ مشکل ذهنی نداشته. ایدن در نهایت در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و همکنون در زندان به سر میبره. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و برای کنجکاوی بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.